سلام دوستان، امیدوارم حال همگی خوب باشه. من امروز طبق روال عادی وارد پنلم شدم که حسابامو چک کنم، رباتایی که دارم و وقتی وارد شدم دیدم که داره موجودی حسابامو صفر نشون میده. بعد به پشتیبانی که تیکت ثبت کردم گفتن که این رو اطلاع رسانی کرده بودند، ایمیل داده بودند، منتها من اصلا ایمیلشون رو ندیده بودم که پنل جدیدی رو بالا آوردن برای این بخش سرمایه گذاری، اینوستمنت و ربات و اینا که جدا بشه از بخش تریدینگ. یعنی ما این پنلی که وارد میشه برای معاملات از طریق سی تریدر معامله کنیم و حالا بخوایم خودمون به صورت شخصی ترید کنیم. برای بخش سرمایه گذاری اینوستمنت از طریق اینجا روی این ترید بات کلیک میکنیم و این پنل باز میشه و وارد پنل جدید میشیم. حالا خیلی تغییرات زیادی اتفاق افتاده روی پنل و خیلی نکات مثبتی ایجاد شده. من با خودشون که صحبت میکردم با پشتیبانی بروکر، دلایلی که اینو خواستن آپدیت کنن یکیش این بوده که فرآیند واریز و برداشت تو اون حالت قبلی خیلی پیچیده بوده، واسه اینکه ما بعد ایمیل رو وارد میکردیم، بعد نمیدونم یه یوزرنیم کد میدادیم، یه بات کد میدادیم تا مثلا بتونیم یه پرداختی رو انجام بدیم. بعد خب این خیلی الان حالا فعلی بهتر شده. توی برداشت یه مقدار تأخیر وجود داشت و الان اون تأخیر توی این پنل جدید مثل اینکه برطرف شده. پروسه انتقال وجه بین ربات‌ها، مثلا من اگه میخوام از بات 1 انتقال بدم به بات 2 یا به 3، خودم این کار رو راحت میتونم انجام بدم. دیگه نیاز به این نیستش که تیکت برم ثبت کنم مثلا برام انجام بدن. بعد شفافیت تو گزارش‌دهی وجود داره، من میتونم ببینم که تراکنش‌های بات‌ها به چه صورت، سودی که امروز زدن، دیروز زدن، هفته پیش زدن به چه صورت بوده، توی گردش مالی هم چطور مثلا به حساب من وجه اومده. بعد توی سیستم قبلی مثلا ما ایکویتی نداشتیم، مثلا من نمیدونستم اگر $1000 گذاشتم رو ربات چقدرش داره توی معاملات انجام میشه، ولی الان میتونم توی این ایکویتی ببینم که خب الان مثلا من $1000 گذاشتم، $930 وجود داره و $70 رفته درگیر معاملات شده. الان این اصلاح شده ولی حالت قبلی وجود نداشت. و اینکه یه ایراد دیگه هم این بود که مثلا من این بات 1 و 2 و 3 و بعد جدا سودشو برداشت میزدم و خب واسه هر کدومم یه کارمزد بخواد بره، یه عدد مثلا برای چی باید 3 تا کارمزد بدم توی این حالت. ولی دیگه نیازی نیست، من کل وجوه پروفیتمو میتونم یکی کنم، یا اصلا بالانسامو بخوام برداشت بزنم میتونم یکی کنم و یک جا برداشت انجام بدم، نیازی نباشه چند بار کارمزد بدم. الان خیلی بهتر شده اینشم. و اینکه یه والت مرکزی گذاشته شده که من بتونم از طریق اینجا به هر جایی که خواستم خودم انتقال بدم و نیازی نباشه که تیکت ثبت کنم. اینم خیلی عالیه. همچنین یه گزینه دیگه هم اضافه شده توی برداشت‌ها که من مثلا اگر میام چند تا درخواست برداشت مختلف میدم و یکیشو شک دارم که بروکر برام واریز کرده یا نه، دیگه نیازی نیست برم تیکت براشون بزنم که آقا تی ایکس آی دی که توی این تراکنش زدید و برای من بفرستید. به طور خودکار هر تراکنشی که من برداشت اینجا انجام بدم، تی ایکس آی دیش بعد از انجام برام ارسال میشه، هم ایمیل میشه هم توی این قسمت برداشتام میاد. و اینکه کلا رابط کاربری و اینام خیلی بهتر شده. خواستم اینو بهتون بگم. البته این قابلیت برای بعضی از پنل ها انجام شده، واسه بعضی از پنل ها انجام نشده و به تدریج داره واسه همه پنل ها فعال میشه. خواستم بهتون بگم اگر برای شما فعال شده که هیچی، اگرم فعال نشده میتونید تیکت بزنید به پشتیبانی بگید زودتر براتون فعال کنن، چون قابلیت خیلی باحالی و کلا همه چیز خیلی شفافتر و واضح‌تره توی این حالت. مرسی که وقتتون رو گذاشتین. ممنون. خدا نگهدار.